مردی دهقانی بود که با دهقانی نان می‌یافت و فرزندانش را به وایه می‌رساند. از بین فرزندهایش پسر دویمش احمد به شهر رفته به دانشگاه داخل شد. مرد دهقان فخر می‌کرد، می‌بالید که پسر او در دانشگاه می‌خواند. مرد از پیشتر دیده بیشتر مهنت می‌کرد. هر ماه به پسرش پول، خوراکه، پوشاکه می‌فرستاد. کوشش می‌کرد که پسرش در شهر تنقیسی نکشد. دیگر فرزندانش مثل پدرشان دهقانی می‌کردند. سالها می‌گذشتند. احمد دانشگاه را ختم کرد و در شهر ماند. والدین دختر دوست داشته‌اش را فاتحه کردند. همه بایگریشان را فروخته به باقی مانده‌اش قرض گرفته با او خانه خریدند و توی کردند. احمد اکنون در یک اداره کلان اقتصادچی شده کار میکرد. بعد از چند سال او جانشین رئیس کارخانه شد. احمد با بهانه سیرکاری پدر و مادرش را خبر نمی گرفت. به خانه پدر کم می رفت. صاحب 2 پسر شده بود. زنی احمد از عائله ثروتمند بود و دختر شده کار میکرد. پدر احمد را کم میدید، اما همیشه خدا را شکر میگفت که فرزندش صاحب خانه و دری آباد و کاری خوب است. روز پدر بیمار شد. خواهرش به احمد خبر داد، اما احمد با بهانه در سفری کاری بودن پدر را خبر نگرفت. پدر در بیمارخانه خوابید و طبابت یافت و به خانه برگشت. روزی خمار دیدار فرزند و نبیره ها گرفت و پدر از کمپیرش خواهش کرد که برای پسرش سوغاتی ها گیرد. کمپیر، جرغات و قرود، پسته و مویز گیر. به شهر می روم. پسر و نبیره هایم را دیده می آیم. کمپیر در زمان گفته های موی سفید را تیار کرد. بعد نماز بامداد موی سفید راه شهر را پیش گرفت. مرد در تن جامه نیم داشت، در پای موزه و در سر طاقی کهنه داشت. مرد 70 ساله با 2 خلطه بار وزنین به آب و عرق غوطیده یکتا قدم مانده به دروازه خانه پسرش نزدیک شد. پسرش در نزد دروازه در نزد اتوماشین کلان سیاه می ایستاد و با 3 تن رفیقان و همکارانش صحبت می کرد. همه آنها در تن سر و لباس زیبا داشتند. موی سفید با آنها نزدیک شده برخلته ها را به زمین ماند و با هر یک آنها سلام کرد. به طرف پسرش دست دراز کرد. پسرش به جای سلام کردن در خانه را اشاره کرد. موی سفید رنجید و برخلته را از زمین برداشته به خانه در آمد. نبیره هایش بابا جون گفته دویده اومده بابا را به آغوش گرفتند، اما کلینش به زور سلام کرد. پسرش
غضب‌آلود به خانه در آمد و با قهر به پدرش روی آورد. با ما سلام نداده به خانه درآیید نمی شد؟ یک بار به خودتان نگاه کنید. مرا در نزد همکارانم شرمنده کردید. و با غضب بر آمد و رفت. در چشمان موی سفید اشک حلقه زد. موی سفید کمی در روی کتی حولی نشسته یک دو سوره قرائت کرد و آمین کرد و برخاست و رفت. در راه خود به خود گفت: پسرم، تو از روی آفتاب زده من شرم داشتی. از این جامه و موزه و طاقی و روی مال من شرم ندار. موزه مرا از نمی، جامه از گرمی و خنکی، طاقی مرا از آفتاب محافظت کردند. با همین لباس ها من مهنت کرده تو را کلان کردم، علم آموزاندم، خانه و دردار کردم. امروز تو از من شرم داشتی. کمپیر پسر و کلین و نبیره هایش را پرسان شد. همه اشان نغز به تو سلام گفتند. یک تا چای کن کمپیر. موی سفید هنوز یک پیاله چای ننوشیده کلینش زنگ زد. گریه کرده گفت که پسرش به صدمه دچار شده است، حالا در بیمارخانه خواب است. موی سفید برابر شنیدن این خبر با پسر و دخترانش راه شهر را پیش گرفت. آنها به بیمارخانه رسیدند. کلینش گریان در نزد در می ایستاد. پسرش بیهوش خواب بود. دکترها گفتند که احوال او وزنین است. هیچگاه و در هیچ حالت در زندگیتان پدر و مادر را نرنجانید.